قابل توجه فعالان حقوق زنان، مانیفست سیدعلی در مورد حقوق زنان به مناسبت روز زن در نظام آخوندی اعلام شد. برابری گاهی حق است، گاهی باطل است. چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی، چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ عاطفی، برای یک منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، او رو از اون منطقه ویژه جدا کنیم، به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری آماده کرده خدای متعال به اونجا بکشونیم؟ چرا؟ من نمیدونم این آخوندها این احساس هیکل آرنولدی رو از کجا آوردن که همیشه هم تفاوت‌های جسمی رو به رخ میکشن. به هر حال سیدعلی آرنولد فمینیست حرف آخر رو در راهگشایی حقوق زنان اینطوری زد: چرا باید کاری که مردانه است به زن داده بشه؟ من متاسفم که گاهی خود خانم‌ها، خود بانوان روی این مسئله حساسیت نشون میدن که ما با مردا چه فرقی داریم. ما ولش کنین، آخونده دیگه، کسی نباید خونش رو کثیف بکنه به خاطر مزخرفات این. تازه توضیحات نفرت انگیزتری هم میده. یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. اصلا این خطای کارت قرمز داره که از 2 بازی بعدی هم محروم بشه. اگر اونی که باید در خط دفاع وایسه اون رو گذاشتن مهاجم، خب تیم خواهد باخت. اونی که باید مهاجم باشه اگه گذاشتن دروازه‌بان که بلد نیست این کار رو، خب تیم میبازه. بله، این هم نکات سیدعلی مورینیو در مورد آخرین ارنج تیم آخوندا. در مورد تبعیض هم حرفای موندگاری میزنه. بعضی از مشاغل هست متناسب با ساخت زن نیست، خب اینا رو دنبال نکنن. یکی از کارها این است که اون تحصیلاتی که با اون مشاغل منتهی می شود، اون تحصیلات رو بر زن تحمیل نکنن. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات. این تبعیض همه جا بد نیست. والا فکر کنم روز زن که نیست، بیشتر باید گفت روز آخوندی حمله به زنان. به هر حال در این روز فقط سیدعلی نبود که یورتمه میرفت، باقی آخوندها هم در این هجوم شرکت داشتند. شیخ فری کلیددار با حرفهای مشخص و صریح: امروز با پیشرفت و علم و دانش صحنه‌های فراوانی برای حضور زنان ما از دیروز مهیاتر است. ما امروز زنانی رو در جامعه من داریم که از بسیاری از حقوق برخوردارند. ولی به نظر من از همه بامزه‌تر لاریجانی بود که دیگه حوصله شما رو اگه اجازه بدین با شنیدن مزخرفاتش سر نمیبرم. فقط عنوانی رو که باهاش دعوت شده بود حیف از دست بدیم: میهمان ویژه مراسم بانوی مهر. خدا رو شکر که مقاومت مردم ایران آخوندها رو به این روز بدبختی و روز سیاه نشونده، وگرنه اگر کار دنیا به دست خامنه‌ای و اعوان و انصارش بود، اگه دنیا دست من بود همه جا بسیج میکاشتم، اون بالا رو برج ایفل 4 تا حمامه میذاشتم. اگه دنیا دست من بود خیلی کارا رو میشد کرد، دیوار چینو میذاشتم واسه تفکیک زن و مرد. اگه دنیا دست من بود راستی که خیلی خفن بود، بهترین لباس دنیا عبا عمامه من بود. اگه دنیا دست من بود با میذاشتم تو المپیک، توی دانشگاه سوربن میدادم درسای تاکتیک. اگه دنیا دست من بود
مونالیزا چادری بود، نه فقط دمشق و بغداد، همه جا دیکتاتوری بود. اگه دنیا دست من بود، راستی که خیلی خفن بود، بهترین لباس دنیا عبا عمامه من بود. اینا همه خواب بابا، دنیا کدومه؟ دنیایی از مصیبت و بدبختی رومه. همین روزا چپه میشم، کارم تمومه.